در جریان بازدید 3 روزه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان از عربستان سعودی، 5 سند همکاری میان دو کشور از جمله سازشنامه همکاری در مبارزه با جنایتکاری، همکاری در ساحه علم و تکنولوژی و ورزش به امضا رسیدند. روز یکشنبه در ملاقات با پادشاه عربستان سعودی سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود، پرزیدنت تاجیکستان گفت دوشنبه ریاض را در جهان عرب و منطقه خاور میانه شریک مهم خود می‌داند و طرفدار رشد همکاری هاست. در عین زمان تاجیکستان با پیشنهاد ورود نامش در فهرست کشورهای ائتلاف اسلامی ضد تروریسم که اخیراً از سوی ریاض مطرح گشت تا هنوز پاسخی نداده، ابراز داشته است که این موضوع را ارزیابی خواهد کرد. سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به مملکت عربستان سعودی به زمان راست آمد که روابط ریاض با ایران، رقیب دیرینه عربستان سعودی در جهان اسلامی، با بحران عمیق روبرو شده است. به قول شارحان در چند ماه گذشته با تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریسم چندین بار پرزیدنت تاجیکستان به زیارت از عربستان دعوت شده به او کمک‌های مالی نیز وعده داده بودند، ولی تاجیکستان به آن بی‌اعتنایی نشان می‌داد. این شارحان تخمین می‌کنند که به احتمال زیاد دعوت رهبر حزب منع شده نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری برای شرکت در یک انجمن بین المللی در جمهوری اسلامی و ظهور عکس او با رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای آخرین دلیل برای چنین تصمیم گیری در دوشنبه شده باشد. اما شارحان محلی میگویند اختلاف دوشنبه و تهران اصولی نیست و راه حل دارد. این یک اگر تنیش هم باشد، این یک به اصطلاح تنیشی که حتما اثنای رشد مناسبت ها پیدا می شود، ولی آنها رو اصولا خلالدار نمی کند اگر طرفین به این مسئله اهتمامی لازمه گذارند و کار رو از بودش بدتر نبینند. البته سعودی، عربستان سعودی برای ما دوستی نو شدنش ممکن است، ولی این معنی ندارد که به خاطر به دست آوردن دوستی تازه از دوستی پیشین دست کشیم. با هر دوی اینها باید همکاری به راه مانیم در اساس پیش از همه تامین منفعت های عالی جمهوری تاجیکستان و با اتکا به سیاست بسیار سمتی در مناسبت‌های بیرونی هم سیاسی و هم اقتصادی. در همان روزی که پرزیدنت تاجیکستان وارد عربستان سعودی شد، مقامات این کشور 47 فرد متهم با دهشت افکنی و از جمله شیخ شیعه مذهب نیمر النمر را اعدام نمودند. آیت الله علی خامنه‌ای شیخ النمر را شهید خواند و گفت که عربستان سعودی را برای این عملش جزای الهی انتظار است. در تهران ازدحام اعتراضگران بالای سفارت عربستان سعودی حمله کرده بخشی از بینای آن را آتش زدند. روز یکشنبه وزیر کارهای خارجی عربستان سعودی عادل جبیر با اشاره به حمله ها بالای سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری این کشور در شهر مشهد تاکید کرد که عربستان سعودی رابطه دیپلماتیش را با ایران قطع نموده است و دیپلمات‌های ایرانی برای ترک قلمرو سعودی 48 ساعت فرصت دارند. اکنون شارحان در دوشنبه انتظار دارند که از این به بعد عربستان سعودی کارشریک اساسی تاجیکستان در عالم اسلام خواهد بود. باید پیش از همه جانب تاجیکستان از امکانات فعلی عربستان سعودی برای مبلغ گذاری کردن به طرح‌های تاجیکستان آگاهی داشته باشد. یعنی این از تاجیکستان از یک طرف استواری را در مبدأ خود، مبدأ بسیار سمتی تقاضا می‌کند و از طرف دیگر مهارت سیاسی را که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب. تاجیکستان اشتراک عربستان سعودی را در مبلغ گذاری لایحه‌های انرژتیکی و آبی، خط‌های انتقال برق بلند شدت فرامرزی، اینچنین بنیاد کارخانه‌های نساجی و استخراج و کارکرد معدن‌های طبیعی و آبیاری زمین‌ها امری مطلوب دانسته است.